شیخ سعدی در بستانش میگه یکی طفل دندان برآورده بود، پدر سر به فکرت فرو برده بود، که نان و آب از کجا آرمش، مروت نباشد که بگذارمش. پدر میگه بچه‌اش میگه برداشت دوستداری میکرد، بوسابوسی میکرد. بچه‌اش هم میگه دیگر الهامش آمد یکی خندید. پدر میگه دندانهای فرزند که دید یک باره مرده که ترسانچک بده است، مرده که بی غیرت بده است، مرده که بیچاره رزق روزی را جانب خدا که نمیدانست است، دندانهای بچه‌ش که دید میگه ترس فراش گرفت که نان و آب از کجا آرمش، مروت نباشد که بگذارمش. این بچه من صاحب دندان شده، یکم پگه نان بگه، اینا من از کجا نان تأمین کنم؟ ولی بسیار ما برادرها لاف میزنیم، من نباشم اگر خدا میدانه یگان تای تو زنده نمیمونی. یا همه برادرای عزیز، اینها همه یک سخنهای بیهوده، یک سخنهایی که از روی بگیم کبر و جهل جاهلی ما است. الله میگه من میدانم که رزق شما در کجاست و از کجا به جای شما میآید، من ایرا میدانم و کنترل این الله میگه در دست من است. عبدالقادر بیدل میگه رزق را روزی رسان پر میدهد، بی مگس هرگز نماند عنکبوت. همون خانه‌های تارتنک‌ها را دیدین؟ از همینجا پشه میگه خدا رزقی او را میگه پرش میده، پریده میرود، تارتنک اونجا دا میخورش. تارتنک قوت کپیدن پشه ندارد، یکی خداوند همون را نویسانده تو طعمه یا همون تارتنکی همونجا میرد تارتنک میخورش. این مردک بیچاره ترس فراش گرفت، این را از کجا من نان میتونید؟ چو بیچاره گفت این سخن نزد جفت. اگه دیگه شاید که بیچاره شرم که البته بیرون دخواه همسایه را بگم، شاید یکان همسایه صاحب عقیده باشه و او آدم رزق خدا بینه که مرا مقصد مسخرم نکنه، بیای همه در خوب همی آدمی نزدیک، همی خانومی خدمت، اویله خدمت، همی را بگم او چی میگه؟ چو گفت بیچاره این سخن نزد جفت، نگر زن او را چو مردانه گفت. شیخ سعدی میگه الحمدلله که اگر این مردک دل گرده هم که نداشته باشد، این مردک بی غیرت هم که باشد، این خیل شعر زنا هم وجود دارد. نگر میگه زن او را چو مردانه گفت. چیش گفت؟ وقتی گفت زنک این بچه مصاحب دندان شده، مقصد باید نامخور دیگه زیاد شده، این چه میکرده باشه؟ الحمدلله رب العالمین. زنبین مخور حول ابلیس تا جان دهد. مردک گفت این ترسی که طرف فرا گرفتگی این را وسواس شیطانی میگه. مخور حول ابلیس تا جان دهد، همان که دندان دهد آن نان دهد. همون ذاتی که این را دندان شداده او علکی رزق روزی را معین کرده است. تواناست آن خداوند روز که روزی رساند، تو چندین مسوز. اینا مرد بود، ای اون ذات میگه من توانایم، من استوارم، هیچ قدرت و قوت به من رسیده نمیتواند. تو این نسوز، تو این غمگین نشه. خدا میگه من خودم تأمینش میکنم. نگارنده کودک اندر شکم، نویسنده عمر و روزی هم. هم مردک تو عالی گفت فقط همی یک دندانای همی را دیدی، تو این پروردگاره که این صورت فرزندی تر در بطن من کشید، در اینجا این را صورت سازی کرد، در همین داخل نویسنده عمر و روزی هم هست، عمرش هم معین کرده است. این خداوند همیشه خداوندی تواناست. تو چی قدر میسوزی؟ تو چی قدر فکر میکنی؟ من برادر عزیز اکو هر آدم هر خیل است. من وقتی هم بالای کتاب میشینم با کتاب انیسی کنج تنهایی کتاب است، وقتی با کتاب سر کار میگیرم
در ذهنم هر چیزای خواندگی پیشتر یا هر خیل سخنهای در ذهنم دور میگردم، مثل که در زن همین مردک من قائل شدم. گفتم ببین در هر خانه اگر همینطوری شعرزن باشه، بعضی همین مردکایی که عقیده مستحکم ندارن، همون ریسک ای کیسه خودش میبینه یا طعنه میزنه خانواده را که ولی مایم در ایجا و ایلا خدا میدانه شما چی میشید. همین که شعرزنا اگر باشن برادرای عزیز، انشاءالله جامعه ما چی جامعه زیبا شود، میدونی خانواده ما چی خانواده زیبا و خوبی شود. از الله مهربان ما همیشه دعا گوییم که خداوند این خیل شعر زنها را در این جامعه ما زیاد کنه، این خیل زنهای با غیرت زیاد کنه. اسماء دختر ابوبکر صدیق بود، حضرت اسماء. از ما یک کم ترک از همین زنهای شعر زن برای شما یک ده حکایت بگم. حضرت اسماء دختر ابوبکر صدیق بود. وقتی میگه عمرش به 80 رسید، عمرش به 80 رسید، مادر عایشه دیگر مادر بود. عایشه دختری حضرت ابوبکر صدیق مادر مادر زن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. اسماء را مادرش دیگر بود. این اسلام که نه آورد، حضرت ابوبکر طلاق شد. وقتی همین اسماء خودش بسیار زن خادمه و خدمتکار بود، دختر ابوبکر صدیق بود. میگه وقتی عمرش به 80 رسید، در نسبت حجاج که رهبری بگه مسلمان ها بود ولی بسیار فاسق بود، ظالم که بود، بچه اسماء عبدالله ابن زبیر بود. اطاعتش نکرد، گفت یک آدم فاسقه، گفت میره چی اطاعت کنه؟ وقتی که این سخن به گوش حجاج رسید، مرد خیر رهبر کلانه، خب این کی است مقصد مرا اطاعت نمیکنه؟ تشکیل کرد در مقابلش جنگید. عبدالله ابن زبیر بچه حضرت اسماء را به قتل رسانید و در بند کشید. بلند همین خیلی بلندی داود آویزانش کرد. در مکه 3 روز عبدالله ابن زبیر همین آویزان است. حجاج که منتظره که کی اسماء می آید و میگه ای حجاج، مقصد بسیار بخشش زیاد از تن فرزندمون همین بچه ما مقصد پایان کنه بگیرم. فکر کرد که اسماء همین خیلی چی میدانه که این هم یک شعر زنه. طاقتش تاقشی دیگه حجاج دید که اسماء نمی آید، اسراقی بچهش نمی آید. بعد به نزدش آمد گفت ای اسماء، درک داری؟ ما با فرزند تو چی معامله کردیم؟ میدانی؟ گفت 3 روزه بچت آویزانه. گفت من درک دارم که شما گفت فقط دنیای او را تباه کردین، ولی حجاج یقین بدان که او آخرتی تو را تباه کرده. برادر عزیز، این سخنی هست میگه در تاریخ که در حالت از زمان اسماء میبراید که درون او پر مهر فرزند دارد. وقتی میگه این سخن حجاج گفت، حجاج دیگر مقصد گپش نیفت که در عوض این مادر چی بگه، یعنی نه زاره است، نه تولا است، نه خواهش است. این خیل برادرای عزیز، ببین شعرزن که بود مثل عبدالله ابن زبیر و فرزند به دنیا آورد. این دامن این خیل مادرها رو بسیار نقش کلان می‌بازد. از این لحاظ برادران عزیز و گرامی، زن ببین که صاحب مردک خانه را مخر حول ابلیس تا جان دهد، همان که دندان دهد آن نان دهد. تو چی جای ترس داری؟ گفت همون که خودش دندان شداد همون خودش نان شد نیت گفت.